احکام مختصری در مورد ماه شعبان. اول، سبب این نامگذاری چه بوده است؟ ابن حجر عسقلانی رحمه الله می گوید این ماه شعبان نامگذاری شده چون مردم گروه گروه در پی جستجوی آب بودند، یا اینکه بعد از تمام ماه رجب که از ماه‌های حرام است برای جنگ خارج می شدند. دوم، فضیلت ماه شعبان. همان عملها در این ماه به سوی الله متعال بالا برده می شوند. از اسامه ابن زید رضی الله عنه روایت شده است که گفتم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، ندیدم ماه از ماه‌ها را روزه بگیری چنان که ماه شعبان را روزه میگیری. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود آن ماه است که بین رجب و رمضان قرار گرفته و مردم از آن غافل هستند و او ماهی است که عملها در آن به سوی پروردگار جهانیان بالا برده می شوند. پس دوست دارم که عملهایم بالا برده شوند و من روزدار باشم. سیوم، بخشیده شدن گناهان در شب نیمه شعبان. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید همانا الله متعال عملهای بندگانش را در نیمه شعبان ملاحظه می کند، پس تمام مخلوقاتش را بغیر از مشرک و دشمن سرسخت می بخشد.